امروز اومدیم معرفی یه فیلتر شکن فوق العاده کاربردی، فوق العاده پرسرعت و همینطور آی پی ثابت، اونم کاملا رایگان شما میتونید برای ویندوزتون استفاده کنید. فقط این نکته به شما بگم، حتما تا انتهای ویدیو همراه من باشید که بتونید به راحتی تک تک تکنیک‌ها رو یاد بگیرید و استفاده کنید. سلام رفقا، چطورید؟ حسین شجاع هستم. مثل همیشه اومدیم با یه آموزش بمب خفن دیگه. همونطوری که به شما اول ویدیو گفتیم اومدیم معرفی فیلتر شکن فوق العاده. ولی قبل از هر چیزی خوشحال میشم کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو لایک کنید و حتما دکمه زنگوله رو بزنید که بنده هر موقع ویدیو دادم جا نبونید و بیاید ببینید و لذت ببرید. به مرورگر خودتون احتیاج دارید. ما اپلیکیشنی معرفی نمی‌کنیم که حجم شما رو استفاده کنید. وارد مرورگر خودتون میشید، اون سه خط بالا رو میزنید و رو گزینه‌ها رو بخش ستینگ رو انتخاب می‌کنید، یعنی بخش تنظیمات. اپلیکیشن قرار نیست به شما معرفی کنم که دانلود کنید. می‌خوایم مرورگر شما رو با فیلتر شکنی مجهز کنیم که هر موقع خواستید بتونید استفاده کنید. بغل یه افزونهایی به ما داره میده، شما فقط کافیه رو گزینه یکی مونده به آخری بزنید. ولی ما میخوایم وی پی ان که سرچ کنیم بهتره یه فیلتر شکن به خودتون وصل داشته باشید. اگه نداشته باشید هم که هیچ ایرادی نداره، ولی فیلتر شکن قبلش متصل باشید خیلی بهتره. رو گزینه افزونه‌ها می‌خوایم بزنیم، افزونه می‌خوایم انتخاب کنیم. این افزونه هستش که بنده از قبل نصب کردم، یعنی یه فیلتر شکن بنده از قبل رو افزونه‌های مرورگر خودم نصب کردم و دارم ازش استفاده می‌کنم و راضی هستم. اینم یه سرعت متوسط داره، ولی اومدیم معرفی فیلتر شکنی که خودم دارم ازش استفاده می‌کنم، بسیار لذت بخش ازش دارم استفاده می‌کنم، چون پرسرعته، چون آی پیش قطع نمیشه وسطش و همینطور رایگان دارم ازش استفاده می‌کنم بدون اینکه هیچ درآمدی بهش بدم و بخوام ازش استفاده کنم. برای مثال اینا فیلتر شکنی که قبل نصب کردم رو افزونه، اینجا بعضیش قفل اکثریتش، ولی 4 تا سرور رو ما میده، یعنی آمریکا و آلمان و جای دیگه به ما داره میده. این هم سرعت متوسط داره. برای نصب افزونه ها رو سه خط همبرگری میزنیم، رو گزینه آخر فقط کافیه ما بزنیم تا روی بازار افزونه ها ما رو ببره. وقتی که وارد این صفحه میشیم، اینجا کلی به ما افزونه معرفی میکنه. شما میتونید خیلی راحت هر کدومی که دوست داشتید نصب کنید. خیلی ها بعدشون کاربردیه، برای یوتیوب داره، برای سرچ داره، برای کلی ابزار داره و همینطور ماشین حساب و کلی افزونا که خیلی کاربردیه واقعا، مثل ترجمه‌گر گوگل و همینطور هر چیزی که خودتون بهتر از من میدونید و داره. زیاد نمیخوام ازش تعریف کنم تا این ویدیو بره بالا، ولی ما اومدیم معرفی فیلتر شکنی که اینجا فقط کافیه سرچش کنید و بیاد بالا. وی پی ان شما میتونید سرچش کنید. اینجا برای شما هم هایلایت زرد گذاشتم، میتونید سرچش کنید. وقتی که سرچش میکنید یه همچین چیزی برای ما باید بیاد بالا، یعنی یه صفحه برای ما باید بیاد بالا. نه همین رو همش افزونه میاره، یا همونجوری که شما اول ویدیو داریم میبینید، اولین چیزی که ما داریم میبینیم ستاره هاشه، یعنی 6 تا ستاره پره. میتونم به شما بگم خیلی افزونه خوبیه، خیلی کاربردیه، رایگان. همچین که میبینید فری نوشته، فری وی پی ان برای مرورگر کروممون و برای یوتیوب و اینستا و واتساپ و فیسبوک و هر جایی که دوست دارید. اگه فیلتر شکن احتیاج داشتید میتونید ازش استفاده کنید. افزونه واقعا خوبه، یعنی رضایت بخش نسبت به سرعتی که داره. حالا تا همین الان که ما داریم ازش استفاده میکنیم واقعا راضی کننده است. حالا اینجا هم کانال یه اطلاعاتی نوشته، برای استفاده ازش فقط کافیه رو ادو بزنیم و اینجا یه دونه به ما پیام میده. اگه میخواید اضافه کنید و کافیه رو گزینه ادم شما دوباره بزنید تا این افزونه رو مرورگر ما دانلود کنه. وقتی که رو گزینه اد میزنیم پایین ما یه دونه لیست دانلودهای ما اضافه میشه برای دانلود افزونه و همین راحتی افزونه رو انجام میدیم. یعنی تا الان 50% راه رفتیم جلو. اگر این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما کانال یوتیوب بنده رو سابسکرایب کنید، این ویدیو لایک کنید، یعنی لایک ویدیو اصلا فراموش نشه و دکمه زنگوله رو حتما بزنید که بنده هر موقع ویدیو دادم جا نبونید و بتونید به راحتی استفاده کنید. چون من ویدیو مختلفی میسازم، درباره درآمدزایی میسازیم و همینطور ترفندهای تکنولوژیکه. شما دارید الان یکی از اون ترفندا رو مشاهده میکنید. وقتی که دانلود شد به ما یه همچین پیغامی میده که دانلود شما تمام شد، یعنی نصب شد افزونه ما. ولی میخوام ازش استفاده کنیم، اینجا خیلی راحت غیب میشه وقتی ثبت درالون بزنیم و ندیم. فقط کافیه روی این بزنیم و اینجا گزینه پین رو روشن کنیم، یعنی پینش رو روشن کنیم که به ما اضافه بشه رو صفحه مرورگرمون. وقتی رو پین میزنیم بالا یه افزونه به ما اضافه میشه. فقط کافیه رو افزونه کلیک کنیم و اینجا یه همچین صفحه اولش برامون میاره و یه بار دیگه اگه میخوایم روش بزنیم روی سایت خودش رو معرفی میکنه، یه سایت به معرفی. فقط کافیه رو این گزینه آبی رنگ بزنیم برامون فعال میشه و همینطور یه سروری برامون
گذاشته، یه خط همبرگری بالاش هم بدید، میتونید روش لاگین شید و استفاده کنید از اکانت خودتون و همینطور میتونید اکانت خودتون رو پیشرفته کنید و از سرورهایی که مخصوص بیشتری هستن و خیلی سرور مخصوصی داره میتونید ازش استفاده کنید. اکثر سروراش که اکثر موقع رایگانه، ولی سرورهای مثل آمریکایی که داره واقعا پرسرعته و سرورهایی که کشورهای مختلف با آی پی که خوبی که به ما میده، واقعا امنیت بالایی که داره، هیچ سرعت واقعا بهتری داره. یعنی من میخوام الان بزنم روش وصل بشم، روی صدم ثانیه میبینید که وصل شد و همین راحتی وصل میشه. برای مثال روی سرور آمریکا که میخوایم ازش استفاده کنیم، یعنی اصلا نداشت من حرف بزنم، همین راحتی و همین سرعتی وصل شد. ولی این نکته هم به شما بگم که بستگی به سرعت اینترنت شما داره، حجم اینترنتتون رو از کجا خریداری میکنید. من حجم اینترنت من یه سرعت متوسطه‌ای بودش که به همین سرعت اومدش بالا. برای مثال میخوام یوتیوب رو سرچ کنیم ببینیم مثلا یوتیوب میاره بالا، به همین راحتی آورد بالا و میخوام ازش یه تستی بگیریم مثلا رو ویدیو نذاریم، همینطور میخوام بذارم ببینم ویدیو رو باز میکنه برای من بیاره، ضبط بکنیم و بله به همین راحتی ویدیو رو باز کرد و اون پایین خط نواری که ویدیو داره میره و همینجوری داره اضافه میشه به همین راحتی داره پر میکنه خط نوار رو، یعنی برای این سرعتی داره. و اینم به شما میگم بستگی داره چه آی پی بخواید استفاده کنید، بستگی داره چه اینترنتی میخرید، جایی که دارید از اینترنت استفاده میکنید آنتن خوبی میده یا نه. من اولش هم به شما گفتم جایی که من دارم ازش استفاده میکنم از اینترنت و اینترنتی که میخرم متوسط هستش، یعنی اینترنت آنچنان قدرتمندی من نمیخرم چون متوسطه. حالا اینا وای بالا اون روزی که ما بخوایم از اینترنت پرسرعت استفاده کنیم این پروکسی به همین راحتی داریم ازش استفاده کنیم بدون هیچ جانبی، یعنی اپلیکیشن جانبی بخوایم نصب کنیم و به راحتی باز میکنه. برای مثلا یه ویدیو دیگه از میذارم شما همینطور دارید میبینید خیلی راحتی خط نواره رو پر شد، تموم شد و رفت، یعنی ویدیو رو کامل ما باز کردیم، حتی اینترنت رو قطع به همین راحتی میتونید تا تهش ببینید. به همین راحتی میتونید ازش استفاده کنید. یه چیز خاصی دیگه نکته دیگه نمونده که به شما بگم. امیدوارم ویدیو لذت کافی برده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب این ویدیو حتما فراموش نشه که امیدوارم لذت بخش بوده این آموزش برای شما و همینطور بتونید به صورت کاملا رایگان ازش استفاده کنید. خیلی خیلی مخلصیم.